سلام علیکم. برای خیلیاتون پیش اومده از فایل تصویریتون میخواین صداشو جدا کنید و روش کار کنید و بعد هم ذخیره کنید و حالم نداری بازم با کامپیوتر کار کنی، میخوای با همین موبایلی که دم دستته کارو شروع کنی. یه نرم افزار خوب و کاربردی بهت نشون میدم که بتونی این کارو باهاش انجام بدی. اسم این نرم افزار ویدیو تو MP3 یه نرم افزار ساده و سبک اما کارآمده. بریم با هم تو نرم افزار ببینیم که چه خبره. اینجا چند تا گزینه میبینید، مهماشو بهتون میگم چون بقیهش دیگه رای دادن و سری چرت و پرته. ویدیو، کانورتد آدیو و گزینه شیر، این چیزایی که شما ازش استفاده میکنید. این ویدیو اینجاست، کانورتد آدیو اینجاست و شیر هم اینجاست. خب برای اینکه شروع کنیم به کار، اول باید یه فایل ویدیو انتخاب کنیم. میریم میزنیم رو گزینه ویدیو. حالا من یه ویدیو اینجا انتخاب میکنم. خیلی خب، اینجا ویدیو رو انتخاب کردیم. اینجا چند تا گزینه داریم. اول که خود ویدیو رو اون بالا اینجا مشاهده میکنید. گزینه کانورت رو داره که آخر کار باش کار داریم. اینجا شما میتونید ابتدا و انتهای فایل رو مشخص کنید. بگی آقا من فقط مثلا 10 ثانیه‌اش رو میخوام، این پایین دیوریشن زده، یا مثلا 13 ثانیه‌اش رو میخوام یا کلش رو میخوام. این دیگه مشخص میکنید. بعدم اینجا گزینه پلی داره، اینجا میبینید. پایین اینجا فرمت و بیت ریت داریم که مهمه. اینجا رو MP3 بزن یا AAC MP3 رو انتخاب کنید. اینجا بیت ریت، اگر شما بیت ریت رو بیاری پایین تر فایل کاهش پیدا میکنه کیفیتش. سایز چرا گفتم اشتباه گفتم، کیفیت فایل کاهش پیدا میکنه. حجم فایل هم میاد پایین، به درد نمیخوره. MP3 خودش فشرده است. همون 320K رو انتخاب کنید، اوکی کنید. خیلی خوب، حالا ما اجزاشو انتخاب کردیم، کانورت رو میزنیم. به همین سرعت دیدین که فایل کانورت شد، به صوت تبدیل شد. حالا برمیگردیم اینجا گزینه کانورتد آدیو رو که بزنی، فایلایی که قبلا کانورت کردی بهت نشون میده. دوباره بک میزنیم. از اینجا گزینه شیر این پایین رو میزنیم. میتونی فایلا رو برای کسی که میخوای بفرستی. به همین راحتی. کارمونم با نرم افزار تموم شد و من خودم اینو رو موبایلم نصب کردم. برای همین بهتون پیشنهاد دادم، خودم ازش جواب گرفتم و کیفیتش هم خیلی خوبه. خیلی خوبی. آره خوبین دیگه. من همیام ازتون تعریف کنم، انرژی مثبتاتون رو گرفتم، کیف کردم. دم همتون گرم. خداحافظ.